با سلام و سپاس. این دم که یار قاتل جانی فگار ماست، این دم که یار قاتل جانی فگار ماست، مژگان خدنگ کرده و در فکر کار ماست. سعی کند با کشتن ما هر کی یار ماست، ما عاشقیم و کشته شدن افتخار ماست. ما عاشقیم و کشته شدن افتخار ماست. شمشیر تیز عشق ز سنگ مزار ماست. بحری طمع به خلد چو آدم نمی روم، بر چرخ همچو عیسی مریم نمی روم، بر سیر جام حادثه چون جم نمی روم، بی زخم تیغ عشق ز عالم نمی روم. ما عاشقیم و کشته شدن افتخار ماست. به نام خداوند مردم، خدای آزادی آگاهی و السماء و الطارق و ما ادراک ما الطارق النجم الثاقب. سوگند با آسمان و ستاره شبرو، اختر شبگرد. و چه دانی که اختر شبگرد چیست؟ ستاره شبرو چیست؟ ستاره است پرده‌در ظلمت. با اظهار امتنان از کمیته برگزاری مراسم یادبود خالق شهید و با اظهار سپاس از شما عزیزان از اینکه ممکن است لحظات فرصت گرامی شما را گرفته باشم، قبلا معذرت میخوایم. نکته دیگه قابل تذکر، در این حال قابل افتخار و شادمانی شرکت جمع هرچند قلیل از خواهرای ما در این مجلس بزرگ است که ما شاد باش میگیم. و ویژه در روزگاری که نیروهای سیاه ارتجاعی، نیروهای ضد زن، با کنار راندن زن، انکار زن و حتی قرار اطلاع ترور تعداد از زنها در پشاور میخواین اصلا حضور زن در تاریخ انکار کنند. هرچند ایده که اینجا شرکت کردن جدا قلیل است و ما انتظار داریم و داشتیم بیشتر از این می بودن، سهم فعالتر می گرفتن، ولی یقینا تقصیر از اینا نیست. ناسپاسی های تاریخی که در برابر این جنس شریف، این هم ماسه‌سازان راستین تاریخ شده، کمتر مجال بر زینا و جا گذاشتن. و اما امروز روز میلاد سرخ خالق است، میلاد راستین. هر یک از ما یک تولد جبری داریم، تولدی که به هر حال در اختیار ما نیست. قدرت بالاتر از ما رقم میزنه، در موعد معین ما متولد میشیم. ولی آزادگان، مردان راستین، تولد دیگه هم دارن، تولدی که به اراده خودشان، به نیروی عزم و تصمیم خودشان تحقق می‌یابد. بدون شک شهادت خالق، میلاد سرخ، میلاد حقیقی خالق است و ما میلادی فرزند بزرگ مردم هزاره را و تمام شما حضار گرامی، همه مستضعفین، محرومین، آزادگان، مبارزان علیه ارتجاع، استبداد، امپریالیسم و استعمار تبریک عرض میکنم. و اما تجلیل به خاطر چی؟ هدف از تجلیل چیست؟ چرا باید تجلیل کرد؟ شک نیست که هیچ یک از دوستانی که اینجا آمدن انتظار شفاعت از خالق ندارن و یقینا این تجلیل به خاطر منظور فراتر از او خواهد بود. من مختصر در مورد ضرورت این تجلیل ها از شخصیت ها، حماس آفرینان و قهرمانان ملی میخوایم صحبت کنیم. در روزگاری که بی‌باوری نسبت به خود، ارزش های خودی،
اسطوره‌های ملی و اساساً ناآگاهی نسبت به تاریخ یک جریان عام تشکیل می‌دهد. واقعیت مسئله است که یکی از علت شیوع بیگانه پرستی، یکی از علل که ما در برابر بیگانگان عمیقاً و شدیداً اظهار ضعف و عجز می‌کنیم، به خاطر است که ما خود ما را نمی‌شناسیم. ما از تاریخ خود ما بیخبر هستیم. ما نمی‌فهمیم در متن تاریخ ما چه حماسه‌های وجود داشته. وقتی که دشمن ادعا کرده که ما زین خاک لاله هیچ نمی روید، دشمن وقتی که ادعا کرده که از میان از این مردم اصلا در تاریخ کسی بر نخواسته و لذا بسیار طبیعی است که در آینده هم کسی بر نخیزد. واقعیت است تلخ اما انکار ناپذیر که او اندازه که حتی روشنفکران ما نسبت به تاریخ دیگر، شخصیت‌های دیگر، جریانات بیرون مرز خود آشنایی داشتند، نسبت به تاریخ خودشان، حماسه‌های خودشان، شخصیت‌های ملی خودشان آشنایی نداشتند. اگر نیروهای چپ بودند، او اندازه که تاریخ روسیه را می‌فهمیدند، او اندازه که می‌فهمیدند حرکت مثلا طولانی ماو تس‌تونگ از کجا آغاز شد، چه مراحل را پیمود و کجا ختم شد، از شخصیت‌های خودشان اطلاع نداشتند. برای که انترناسیونالیسم این اجازه را نمیداد، برای که انترناسیونالیسم امپریالیستی قطعاً کرده بود شناختن خودتانه و چنانچه اکنونم قطعاً کرده. و در جنای دیگر متاسفانه در سی نیروهای مذهبی باز قضیه همین قسم بوده. کم نبودند اونایی که تاریخ جنبش تنباکو را با تمام نشیب و فرازهایش میفهمیدند، اطلاع داشتند، حتی نمره شناسنامه فلان روحانی ایرانی را میفهمیدند و هنوز هم میفهمند و افتخار هم میکنند. ولی امینا واقعا نمیفهمیدند. حسن خالق هزاره است. سالیان دراز بود که دوسیه سازان و تهمت پردازان وابسته به خانواده محمدزایی کوشیده بودند چهره شریف و نجیب خالق مسخ کنند. گفته بودند که این بچه اندر غلام نبی چرخی است. گفته بودند که به انتقام غلام نبی چرخی این کار کرد، در حالی که هیچ دلیل و هیچ سند وجود نداشت. هنوز هم هستند کسایی که فکر میکنند خالق اصولا هزاره نبوده. وقتی که ما نسبت به تاریخ خود ما، ارزش‌های خودی ما این اندازه ناآشنا باشیم، بسیار طبیعی است که در برابر شخصیت‌های بیگانه اظهار عجز کنیم، اظهار ضعف کنیم. نتیجه این میشه که ما چون فکر میکنیم ما دیروز نداشتیم، ما حماسی در دیروز نداشتیم، ناگزیر حماسی در امروز نخواهد داشتیم و ناگزیر فردا هم نخواهد داشتیم. و طبیعی است وقتی که ملتی که باور داره که دیروز حماسه نداشته، امروز نداره و فردا نخواهد داشت، جز توسل به بیگانه راه دیگی نداره. باید بر آستان بیگانگان گردن خم کنه، چون به خودش بی باور است. و این وضعیت ماست. وضعیت عام جریان است که مبارزه با این جریان از خود بیگانگی، چه در عرصه روشنفکر و غیر روشنفکر، به عنوان یک مرض مزمن، مبارزه با این مرض مزمن وظیفه اساسی تک تک ماست. ما باید ارزش‌های خودی ما را احیا کنیم و تجلیل خالق در امی رابطه معنا می‌یافت، مفهوم می‌یافت. جدا از اینکه خالق یکی از او شخصیت‌های مظلوم است که در تاریخ نه فقط به نامردانه ترین و رذیلانه ترین شکل انکار شده، مورد اتهامات ناجوان مردانه قرار گرفته، بلکه از اون ناحیه که ما در وجود خالق خود ما را باور می‌کنیم. ما یک شخصیت فردی داریم. یک شخصیت فردی ما ممکن است 30 ساله در بر بگیره، 40 ساله در بر بگیره، یک تاریخ معین داریم. ولی یک شخصیت تاریخی داریم هر کدام ما متعلق به یک تاریخ هستیم. تاریخی که شخصیت‌های ملی، قهرمانان، حماسه پردازان ما او را تسلسل دادند. یکی از ضعف‌های بزرگ ما فقدان شناخت نسبت به این تاریخ است. تسلسل تاریخی خود
جدا نمیفهمیم. دشمن توانسته با اخلال در شعور تاریخی ما بی‌باوری را در امر فردای ما عاید حال ما بسازد. یک واقعیت است که از مدت به این طرف دیگر تب و تاب آن انترناسیونالیسم دروغینی که خواه به شکل کمونیستیش یا خواه به شکل اسلامیش اسارت خلقها را توجیه تازه یا انقلابی یا مذهبی میکردن دیگر خاتمه یافته است. گرچه در دنیای دیگر ای از خیلی وقت خاتمه یافته بود. از کنفرانس باندونگ به این طرف در واقع مشخصه اساسی تمامی جریانات انقلابی ملی و مردمی اتکا به خویش، بازگشت به خویش بود و این بود که وقتی که امریکای لاتین به پا برمیخواست تا رستاخیز تاریخی تازه خودش اعلام کنه، سیمون بولیوار قهرمان ملی خودش به عنوان الگو و نمونه انتخاب میکرد و وقتی که افریقای سیاه میخواست به پا بخیزه، لومنبای قهرمان به عنوان الگو و نمونه و مدل انتخاب میکرد. ولی انصاف بدین، ما چه کسا را انتخاب کردیم؟ آیا تاریخ ما عقیم بوده؟ آیا ما هیچ شخصیتی نداشتیم؟ این جرم از ما بوده. هیچ کس را نباید در قدم اول محکوم کرد. ما بودیم که نه فقط شخصیت های تاریخی خود نمیشناختیم، بلکه از شناخت از اونا و از تعلق به اونا اظهار شرم میکردیم. این بود که ما مثلا بازم بگیم، ما بارها دیدیم، یک بار در مجله سروش یک مقاله نوشته شده بود در مورد خالق. در اونجا خواسته بود برای که برای خالق یک شخصیت بده، گفته بود که خالق همچون میرزا رضای کرمانی قهرمان یک شخصیت بود. یعنی زیجه که نام میرزا رضای کرمانی را آورده بودن به خاطر از این بود که خالق توجیه کنند، در حالی که بدون شک میرزا رضای کرمانی قهرمان قاتل ناصرالدین شاه بدون شک یکی از قهرمانان ملت ایران است و ما طبیعی است که همون قسمی که به قهرمانان خود ما هرچی میگذاریم قهرمانان ملت های دیگر هم هرچی میگذاریم. ولی اگر پای مقایسه به میان بیاید، ببین تفاوت راه از کجاست تا به کجا، خیلی زیاد. به خاطر از این که در مجموع میرزا رضای کرمانی به خاطر عقده شخصی که داشت از ناصرالدین شاه دست به اقدام زد، در حالی که خالق فقط عقده ملی داشت، فقط عقده مردمی داشت. تصورش کنین، خالق صنف 12 ختم میکنه، در آستانه ختم شدن صنف 12 است و تصورش کنین که این حادثه مربوط به 60 سال قبله. در 60 سال قبل کسی که صنف 6 خوانده باشه به اندازه انجینیرهای امروز ما آیندهش تأمین است. آیندهش تأمین است، دیگه نمیتونه پروای آینده را داشته باشه. والا خالق هم صنف 12 را بام، نه یک شاگرد متوسط، نه یک شاگرد رد آخر، نه اول نمره در لیسه امانیست. بنان بسیار طبیعی است که فردا کرسی وزارت در اختیارش قرار بگیره، نباشه وزارت ریاست. و ما در زمان خود ما میبینیم آن روشن فکران ذلیل و زبون خودفروش و وطن فروش را که در ازای کمترین قیمت نه فقط خودش هم فروشه، بلکه همه چیز ملتش هم حاضر بفروشه. حالا مقایسه کنید. اما خالق یک بچه هزار است، متعلق به ملیت که فاشیسم حاکم بر رسمیتش نمیشناسه و نمیخواه بشناسه. حالا تحقیر مداوم، توهین، سرکوب، فقر، گرسنگی، همه چیز تحمل کرده و صنف 12 هم رسیده و حالا وقت است که به اصطلاح عصای پیری پدر بگرده و واقعا پدرش هم نیاز داره. بهانه‌ای که برای بسیاری از روشنفکران ما در عصر خودش بهانه‌ای است برای پشت کردن به مردم، خیانت با آرمان‌ها، جاسوسی، رذالت، وطن فروشی و همه چیز. این بهانه بدون شک میتونه در اختیار خالق هم باشه. اینجاست که عظمت یک مرد، عظمت یک قهرمان معلوم میشه. اما خالق به خاطر مردم خودش، به خاطر محرومیت و رنج و دربدری توده های ستمکش خودش به همه چیز پشت پا میزنه. تصورش البته برای ما ساده است، ولی بیایید مقایسه کنیم. یک مقایسه کنیم. من خودم شاید یا متاسفانه یا خوشبختانه متعلق به اون صنف باشم که عنوان روشن فکر داره، ولی بیایید ما را مطالعه کنیم. بیایید صنف را که من متعلق به عایش هستم ببینید در ازای چی چیزا ملت خودش میفروشن. حالا مقایسه کنین خالقه
این هم میتونم این کار کنم، اما این چهره نجیب وفادار به مردم و آرمان‌های رهایی بخش مردم بر همه چیز پشت پا میزنه. او اراده کرده، یک فرمان از مردم خیش گرفته و این فرمان مرگ نادر جلاد است. خالق به عنوان صدیق ترین فرزند مردم از طرف مردم مأمور است تا فرمان مردم به اجرا بگذاره و این کارم میکنه. دوستان، اگر دیدین که من بیشتر از اون چی که باید حرف میزدم نگذارین، گرچه من کوشش میکنم زیاد مزاحم شما نشم. به این ترتیب تجلیل از یک شخصیت، بیشتر تجلیل از آن ملت حماسه آفرین، قهرمان و مردمی است که بارها حماسه ساخته اما دشمن حماسهش انکار کرده. خالق به عنوان یک شهید آزاده رسالت عظیم انسانی خودش انجام داد. اما هر انقلابی دو چهره دارد، خون و پیام. اگر یک انقلاب پیام نداشته باشد و اگر یک انقلاب پیام خود نتانه به دنیا برسانه، جلاد در حصار تاریخ زندانیش میکنه، نمیگذاره. چنان که خانواده محمدزایی این کار کرد. پس رسالت ما در تجلیل از خالق فقط تجلیل و سوگواری از یک فرد نیست، سخن از یک ملت است. ملتی که امروز مورد انکار قرار میگیره، ملتی که دشمن امروز میگه در جهاد سهم نداشته، کمترین نقشی نداشته. اصلا اینایی که گذشته نداشتن، دیروز نداشتن، امروز هم ندارن، فردا نمیتونن داشته باشن. و طبیعی است اگر واقعا ثابت شود که ما دیروز نداشتیم، ما دیروز نبودیم، بسیار طبیعی است که ما فردا نداریم، حق داشتن فردا را نداریم. ولی خوشبختانه ما دیروز داشتیم. هرچند فاشیسم ایران منکر شود، هرچند ارتجاع خودفروش داخلی ما در ازای یک بهای اندک ثمنا قلیلا انکار کنه ایران که ما شخصیت نداشتیم، ولی نفس تجلیل از خالق پس از 58 سال خودش نشان میده که حق گر خورد شکست زیاد دست بی شرف، حق هست و حق به مغلطه باطل نمی شود. این یک بودی بود که ما با تجلیل از خالق در واقع با تجلیل از ملت خود می پردازیم، با تجلیل از خالق، با تجلیل از آن استعداد شگوفای مردم می پردازیم که بازم می تونه خالق و خالقهای دیگر بیافرینه. ما با یاد خالق می خواهیم این ادعا را تکرار کنیم که دامن سرخ مادر این مردم عقیم و نازان نبوده، نخواد بود و هرگز نخواد بود، که بازم خالق و خالقهای دیگه در این دامن سبز پرورده میشه. خالقی که رهایی مردم ما را ارمغان خواهد آورد. اگرون نیست خالق یک سمبوله، در برابرش هم نادر سمبول دیگه. روی سمبول ها، روی الگوها، روی نمونه ها تکیه کنین، دقت کنین. تاریخ نبرد بی امان دو گرایش، دو جریان، دو طبقه در طول تاریخ، هابیل و قابیل. و در موقعیت خاص از تاریخ خالق و نادر، دو تن رویارویی. نادر یک سمبول است، سمبول سه دشمن مردم، استعمار خارجی. نادر عامل شناخته شده انگلیس است. نادر به فرمان انگلیس، به توصیه انگلیس و بر اساس برنامه و نقشه انگلیس وارد افغانستان میشه. در حالی که مریض از سوئیس حرکت میکنه، بعد پشاور میاد. از همین پشاوری که امروز برای ما و شما بازم حکومت درست میکنه، نادر به نام ناجی، غازی، مجاهد، سنت گویا همیست که همیشه از اینجا برای ما امیر، غازی، مجاهد و پیشوا ساخته شود و دولت، شورای مشورتی. نادرم مسئول همچو یک شورای است. از اینجا پس از ملاقات با همفریز به سوی کابل میره.
تا رسالت خودش در سرکوب مردم افغانستان به پایان ببره. بنابراین یکی از وجوه نادر وابستگی به استعمار خارجی است. نادر سمبل مزدوری، چاکرمنشی و خیانت نسبت به مردم است. بگوییم که هر آنچه به ما آمد از ناحیه مزدورا آمد، وابستگان و مزدوران. پس من خوش دارم شما این شعار با ما هم نوایی کنین که ننگ و نفرین بر مزدوران کرملین و هر مزدور اجنبی. نادر سمبل ارتجاع نیز هست، سمبل واپسگرایی، سمبل عقبگرایی نیز هست. اما سمبل استبداد نیز هست. نادر به مجرد که قدرت به دست میگیره یکی از رسالت‌های عمده‌اش است که یک جمعیت العلماء مرکب از روحانیون نامدار زمان خودش درست کنه و به فتوای شریعت خودپرداخته نادری هر نیروی مزاحم را که در ضدیت با ذل الله، گفتن شاه سایه خداست، هر نیروی را که در ضدیت با ذل الله قرار بگیره، اگرچه همچون حسین آزاده باشه، باید به قربانگاه ببره. و است که خیلی کثیر از آزادگان روشنفکر و فتوای جمعیت العلماء خودساخته نادری راهی دیار نیستی میشن. تعداد زیاد دیگه از اینا به زندانها سالهای دراز را سپری میکنن. پس نادر تجسم سه نیروست: استعمار خارجی، ارتجاع داخلی و استبداد و فاشیسم. این درس بزرگ است. بیشتر یکی از برادرها خواست که روی درس هایی که میشه از خالق گرفت، ولی ما میخوایم یک درس دیگر را بگیریم. بسیار بودن روشنفکرایی که به نام مبارزه با استعمار خارجی رسالت ضد ارتجاعی خودش و فراموشی سپردن، حتی با ارتجاع همگام شدن و همراهی کردن، در حالی که خالق تجسم مبارزه با نیرویی است که هم استعمار خارجی و هم ارتجاع داخلی و هم استبداد و فاشیسم. به هر ترتیب تجلیل از خالق در همچو شرایطه که بازم نیروهای خارجی به همدستی هم به خاطر تأمین و تحقق منافع خودشم در تلاش هستند تا نادر دیگی را، و حالا البته نامش میشه شاید ظاهر، معجزه سیاه امیست که کسی را که 20 سال پیش مرده بود ارتجاع هم معجزه میکنه. منتها یک معجزه انبیاء برحق، معجزه پیامبران راستین است و یکی معجزه شیطانی مرتجین. ظاهر 20 سال پیش برای طبقه خودش، برای خانواده خودش مرده بود، اما ارتجاع معجزه میکنه و ظاهره پس از 20 سال زنده میکنه. اکنون در اتو شرایط تجلیل از خالق در واقع مشت محکم بر دهان از او تسلیم طلبا سازشکارایی است که در اوج نامرزی، جبن، بزدلی، خیانت به مردم را پیشی خود ساختند و از راه تسلیم طلبی با کسی که عامل مشخص و مستقیم امپریالیسم خارجی است در تبانی و تفاهم هستند. من دوستان زیاد وقت شما را نمیگیرم، فقط یک قطعه شعر میخوانم خدمت شما، امیدوارم توجه کنین، به خاطر از اینکه این شعر یک پیام در خودش داره. این شعر دو بخشه، زمزمه های خالق هست با خودش. هر کدام از ما در درون خود ما دو نیروی متضاد هستیم. یک نیرویی که ما را به ماندن، به بودن، به ذلت، به تسلیم دعوت میکنه و یک نیروی دیگه که ما را به مردم می بودن، انقلاب دعوت میکنه. خالق هم یک انسانه، وسوسه های درونی خودش داره، ولی هنر خالق است که در نهایت بر وسوسه های خودش پیروز میشه. شعر دو بخشه، یک بخش وسوسه هایی است که خالق به ماندن دعوت میکنه، بهانه برش میتراشه. من این شعر مشخصا برای روشنفکرها قرائت میکنم، روشنفکرایی که ذلت پذیری های خودشان میتونن توجیه کنن. حالا خالق هم البته نه از قماش ما،
ولی به هر حال کسی است که روشن فکره، یک روشن فکر حقیقی و راستین. خالق شب همچنان شب است. خالق شب همچنان شب است، سحر آشکار نیست. پاییز تازه آمده، این ماه عقرب است. کژدم و از پشت آن دی است زمستان. پندار خام دور کنه سر بهار نیست. ما شما میتونیم هم چه چیزی بگوییم؟ نه، هیچ کس نمانده، همه کس خود فروخت، تسلیم شدن. کی میشود بهار به یک گل؟ خالق شب همچنان شب است، سحر آشکار نیست. پاییز تازه آمده، این ماه عقرب است. در ماه عقرب نادره چی میگه؟ کژدم و از پشت آن دی است زمستان. پندار خام دور کن از سر بهار نیست. خالق جغد سکوت بر در لبها و گوشها ساحل گرفته است. جغد سکوت بر در لبها و گوشها ساحل گرفته است. شبکور یأس پنجره های سپیده را با مومخشت ترس و طمع گل گرفته است. یک تعداد از ترس، یک تعداد از طمع، یک تعداد به خاطر پول، مادیت، چوکی، مقام، منصب، و یک تعداد دیگه نه به خاطر از ترس. استجاع قوی است، امپریالیسم قوی است، سوسیال امپریالیسم قوی است. شبکور یأس پنجره های سپیده را با مومخشت ترس و طمع گل گرفته است. کس نیست، گوش نیست، جز گوش موش موزی دیوار خانه ها کسی نمانده. خالق دیریست بر لبان افق یخ گرفته است. گلخند اختران خاموش گشته است. شرار شهاب ها بر دشت آسمان. فانوس های دهکده را شعله زبان از بادهای سر خشکیده بر دهان. خالق پیشین رهروان از پای مانده گوشه عزلت گزیدند. اونایی که دعای خیلی کلان داشتن، اونایی که خود رهبر انقلاب جهانی میدانستند. خالق پیشین رهروان از پای مانده گوشه عزلت گزیدند. بر خوان عافیت مردار دست قاتل یاران چریدند. بر فرش رنگ یافته از خون مردمان نامردمانه سرخوش و خندان لمیدند. کی می شود بهار به یک گل؟ کی می شود بهار به یک گل؟ حتما شما هم شنیده دوستانه. کی میشه بهار به یک گل؟ این را بزرگ و خرد از پیر روزگار به هر جا شنیدند. این وسوسه هاست. اما نیمه انسانی خالق، این وجدان بیدار تاریخ خلقهای محروم هزاره و سایر ملیت‌های مستضعف، پاسخی که میته چیست؟ آره، شب همچنان شب است. ما هم کور نیست. ما همه قدر شعور داریم که بفهمیم که شب همچنان شب است، سحر آشکار نیست. پاییز تازه آمده، این ماه عقرب است. ما بدن داریم، میفهمیم، خنک هستیم. اما گر شب نبود، اختر و ماه و شهاب نیز بیهوده می نمود. اما اگر شب نبود، مهتاب ارزش نداشت، آفتاب ارزش نبود. اما گر شب نبود، اختر و ماه و شهاب نیز بیهوده می نمود. چابک سوار رعد بر رخش آذرخش، جز در صمیم تیره دلی های آسمان گر بود اگر نبود مساوی بود. بر کام کلبه های آتشناک روشنی، بر کام کلبه های آتشناک روشنی، چندان دریغ ریخت ظلمت که شان همه در اوج تشنگی آتش از یاد بردند. در اوج تشنگی آتش از یاد بردند. دیگه مردم ما تشنگی خودم از یاد برده. عقلانم قسمه. بر کام کلبه های آتشناک روشنی، چندان دریغ ریخت ظلمت که شان همه در اوج تشنگی آتش از یاد بردند. حتی دیریست نور را حسرت نخوردند. شمع و چراغ را گر ارزشی بود در این دیار هست، نه در شهر آفتاب. کی می شود بهار به یک گل؟ آری. کی می شود بهار به یک گل؟ آری. اما مسئله ما این نیست. اما بهار را بر داربست خاطره های کهن‌ترین آونگ کردند. مسئله است که اصلا یاد بهار از ذهن آوردن. اما بهار را بر داربست خاطره های کهن‌ترین آونگ کردند.
از ذهن خاک خاطر آلاله شستند. 100 بار گفتند زین خاک لاله هیچ نمی روید. 100 بار گفتند زین خاک لاله هیچ نمی روید. تمام زنای هزاره فقط جوالی می زایند و تمام زنای ازبک فقط دهقان. فقط پشتون است که دگروال می زاید، جنرال می زاید. اما بهار را بردار بست خاطره های کهن‌ترین آونگ کردن. از ذهن خاک خاطر آلاله شستن. 100 بار گفتن زین خاک لاله هیچ نمی روید. این خاک سرخ هیچ نمی پرورد دیگر، زیرا که نیستش زهدان بارور. این باور سیاه و موهن را بر بی امید مردم ما باوراندند. پیشین رهروان ز پا افتاده را، پیشین رهروان ز پا افتاده را بدرود بیدرود، بدرود بیدرود. بهتر که سر در آخر ارباب بردند، از راه ماندند. اکنون رأی رهایی نست و خلق ما پالوده گشته است از نقش گام‌های تذبذب قرینشان. آلوده نیست جاده پیکار خلقها با رخوت آور نفس بی یقینشان. ره صاف و بی غبار افتاده پیش رو. با عرض حرمت.